امروز 15 شعبان هست و خیلی از برادرایی که در افغانستان، یک قشر افغانستان است که مردمای تشیع ما است، باورمند به این هست که امروز روز ولادتی با سعادت امام مهدی هست. ما به این عقیده و باور اینها به مقابل احترام ارج میگذاریم، اما اصل موضوع از دیدگاه اهل سنت و الجماعت حدیثی را من در حضور شما خواندم که مشکات یک کتاب حدیث است، باب اشراط الساعه، فصل اولش مملو از واقعه امام مهدی هست، مملو پور است. آنجا نوشته کرده عبدالله ابن مسعود صاحب راویش است که رسول پاک صلی الله علیه و سلم میگه، این حدیث ترجمه کنم، لا تذهب الدنیا، دنیا نمیره، ختم نمیشه، حتی یملک العرب رجل من عترتی، تا که مالک نشود جزیره عرب را و سرزمین دنیا را یک شخص من عترتی از اولاد ما، یواتی اسم ابی و اسمی و اسم ابی، یواتی اسم ابی، نامش مصادف با نام ما است، نام پدرش مصادف با نام ما است، فهو من عترتی و از اهل بیت ما است، از خانواده ما است. بنابراین راجح هست که از اولاده امام حسن، بعضی میگه از اولاده امام حسین، از اینها هستند. این اهل سنت و الجماعت به این باور هستند. شما بدانید که مردم خدای نخواسته به این معنا نیست که امام مهدی را ظهورش، البته نه ولادتی که آنن کسایی به این گرویده هست، ما احترام داریم به آن، اما از اهل سنت و الجماعت ظهور امام مهدی هست، در احادیث رسول معظم اسلام هست. ام سلمه بیبی یکی از خانما و امهات المؤمنین، مادرای مؤمنین است، چه میگه؟ اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه المهدی من عترتی من اولاد فاطمه، مهدی از اولاد ما است، از اولاد فاطمه هست، مهدی از اولاد فاطمه هست. این را شما بدانین. کردلان و متعصبینی که از هر قشری هست به معنای این میگه که امام مهدی مخصوص شیعه هاست، نیست مخصوص شیعه ها، مخصوص امت اسلامی پیرواداران محمد رسول الله کسی باشه. و این امام مهدی یعنی ظهور آن در وقتی است که در سها در کتابای ما اهل سنت و الجماعت موجود است. میگه وقتی که زمین پر از بی‌عدالتی و ظلم شود، بربریت و استمداد به اوج برسه، در آن وقت اسرای وقت رجل ظهور میکنه که یملأ الارض عدلا و قسطا، زمین را پر میکنه از عدالت و از انصاف در بین جامعه انسانی و اسلامی. خداوند امید امور داریم که ما و شما در همچو پیروان آن شخصی باشیم که عدل و انصاف را و قضای خدا را و تنفیذ حکم خدا را در سرزمین خدا خواهان است. ما و شما در ترکیب آن. از این وقت بیشتر وقت نمیگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مظلوم است در این فکر و سودا منتظر.